هستم، نیرو دستم. ویور خوش اومدی به چنل خودت. شهراکس امروز اومدیم که از یوزوال ترک، یعنی از یوزوال که اومدیم یک ترانه رپی گوش دهیم با آوای پوریا آدرویت در دستگاه ترپ. آلبوم چغر مود 2 از پوریا آدرویت طبق انتظارات is coming به معنای آمدن، نه اون کامینگ. ترانه هدشات پوریا آدرویت فیت سجاد شاهی آفیشیال اودیو. کردیتس آهنگو براتون میخونم. بیت پرودوسر اکتیو، پرود بای ویکو، پرود دیابلو، 3 تا بیت پرودوسر. میکس اند مسترینگ بای لیدر بیتس، ویدیو اند ویژوال پویا گرشاسپی، رضا آژیر، دیستریبیوشن منیجر آردا از یوزوال. و میتونید در تمامی پلتفرم های پوریا آدرویت ترانه رو گوش دهید. تا اکنون 12k ویو خورده که اگه بخوام دقیق ترتون بگم 12k و 123 123 الان قراره که بشه 124، یعنی الان قراره که خرابش بکنیم و دیگه صحبت دیگه ای نمیمونه. لیتس گو. خیابون باس ماس میدیم برقشو، یهو دیدم مسئله تکشو، بچه محلمو کشیدم بالا دیدم بدنش توی نشکش ترپو بدیم. حالا کی فهمید اولش گفت خیابون واسماس لفظ چیز بود دیگه، کلاود رضویان. خیابون باس ماس میدیم برقشو، یهو دیدم مسئله تکشو، بچه محلمو کشیدم بالا دیدم بدنش توی نشکش ترپو به یاد میدم خفشو، جنوب شهر و نهیدی شبشو، بگی دستت چپشو، این قضیه رو میکنم شهرشو، کل بیفا فکر ماس مال، خیابون و ترپ همه واسماس، نمیشه را بری راست کلشو بگی دهنت گاز. حاجی این فلوی آدرویت خیلی باحاله، نمیشه بگانیدن، نمیکشید و که باهاتیده، خیلی باحاله. فکر ماس مال، خیابون و ترپ همه واسماس، نمیشه را بری راست کلشو بگی دهنت گاز. همه چیو دیدم به وضوح، رپ فارسی تو میتینگا حضور، چی بگم دهنشو بگی گاز. یه ترک هم تونی داشت میگفت که دافیه پشت سرم گاز نزول آدم فروشی بچه گوزو، نداره رفاقت با اینا لزوم، پولو زدم به کیرم انگو تو جوبه، کیرت بره تو آدم فضول، در آوردن خواهی میخواد بجوره، زندگی کردن تو تهران هارده، بچه ها میان میدن فال به ترور میده میسوزه یا هارده، فلش باشی میکنن هامت، پخت چی آیس میدن جا خامبت، فرو میکنن یهو تو بانده، این قضیه واسه عامه، لا تلفنی نباش هامبل، تو تهران یاد رویتیش هامبل. من سعی میکنم باشم میاد وسط بیشونیت هدشات، اسکواد مشتی عشق باز، انگار گنگو نمیبینه چشات، تو تهران یاد رودی اشیار، میاد وسط بیشونیت هدشات، اسکواد مشتی عشق باز، انگار گنگو نمیبینه چشات. باید به سلفیات بدم رسونیم زیاد به چاقالا سگ خورد کاراتون حال نمیده دیگه جمع کن، میری با کسلا کار میشی بکدور، یادت باشه داشتی بام هر دانسی باید بشناسیم تا الان نشناختی، با من بعد بشیم که دیگه بدشانسی، میگم خارت حال کنه هفتاتی، خارتو بگار هفتاتی، استاد خایمان نبودم گاییدم یه ساله یه خورده بی‌ادبانه است این لفظ، اما میخوام براتون کمی واکاویش کنم. میگه که میدم به بالاخواهام سیسترتو حال بهش بدم 70 سی، دیگه خودتون متوجه بشید که منظورش چیه. من برین حسابش میشی فشاری میفته فشارت، شاه شدم قدرت و نیرو دستم من کف خیابون نه کف کس، جوین تو لبمه سیروب دستم. حاجی این ورس از سجاد در واقع در یک لایوی بود که با دورچ گرفته بودن که اونجا خیلی بوم بود. من فکر نمی‌کردم با آدرویت این ورس تموم بشه، حداقل خیلی عجیبه که چرا سجاد تو آلبومش این ورس رو نمیذاره، اینجا میذاره. ورس خیلی گاده، ورس سجاد. آدرویت اشیار میاد وسط بیشونیت هدشات، اسکواد مشتی عشق باز، انگار گنگو نمیبینه چشات، تو تهران آدرویت اشیار میاد وسط بیشونیت هدشات، اسکواد مشتی عشق باز، انگار گنگو نمیبینه چشات. حاجی این پیانوه چیه؟ دادان داداش کیا؟ دادان
پیانوشو زده. چقدر بیت شلوغ و چقدر بیت. حالا صحبت میکنیم. این بود از ترک هدشات روی آدروید سجاد شاه. راجع به ترک اینو بهتون بگم که آدروید واقعیتش با اینکه من خیلی خوشم میاد و شخصیتش حالا فلو و کاری که باحالی میکنه که مثلا ترک دوتا قبلیش اون ترک پپسی من که باشه حال میکنم، ولی به نظرم داره ریپیتبل میشه، یعنی چیز جدیدی ارائه نکرد تو این ترک. همینطور سجاد شاهی، حالا سجاد شاهی اصلا انگار مثلا یه هوش مصنوعی گفتن که سجاد شاهی بخونه، یه ورس سجادو بهش دادن گفتن که بخون، اصلا نشینسته بود روی بیت سجاد. به عنوان یک سجاد شاهی فن، آدروید فن، واقعا ترکی نیست که حتی بهش یک بار دیگه گوش داد. لاف. اما پوینت های مثبت ترک هم در واقع ورس سجاد، فلوهای آدروید بود. ببین سجاد شاهی و آدروید دوتا از آدم‌هایی هستن که خب کریر تازه پای دارن و اومدن یک سری چیزها به بیننده هاشون نشون دادن تحت عنوان، حالا سجاد شاهی تحت عنوان اون خشونت خیلی عجیبش و اون که دافاتو نمیدونم میدوزنم و میبرم و فلان که خیلی بولده تو شخصیتش. از منم آدروید شخصیت اینم طور که کلا هیچی برام اهمیتی نداره، ولی حس میکنم که اون دنیایی که ساختن، اون جهانی که برای خودشون ساختن، در واقع خیلی به سمت اشباع شدن داره پیش میره. یعنی اینکه دیگه سجاد شاهی اگه 3 تا آهنگ بده، 4 تا آهنگ بده، توشون لفظ رو به کار ببره باحاله، ولی پنجمین آهنگ دیگه خیلی پردیکتبل. آدروید هم به همین شکل. حالا چرا راجع به آدروید میگم؟ آدروید به شدت راجع به خیابونی بودن تاکید داره که تو خیابون نمیدونم رفیقم دم چی شده تو خیابونم و فلانم و داش بس. اوکی تو خیابونی ولی بس دیگه. واقعا سجادم که به شدت روی بحث‌های نوامیسی تاکید داره دیگه. واقعا اون جذاب الان خیلی جذاب این موضوع. خب دیگه از اینجا به بعدش داداش جذاب نیست، دیگه از اینجا به بعدش دیگه ریپیت میشی، فید میکنه این چیزی که تو رو آورده بالا. همیشه تو دنیا همینه، یک چیزی که بسیار حالا جدید و آن پردیکتبل و کانتروورشاله، خب یهو باعث میشه که همون چیزی که تو رو میارتت بالا همون چیز تو رو فید میکنه. نمونه خیلی زیادیشو دیدید دیگه توی همه چیزها هست. برای مثال سال 2020 یوکی دریل وقتی اومد، خب یک چیزی بود که توی دنیای هیپ هاپ نبود و اوایل جالب بود، ولی بعد همون جذابیت، همون در واقع متمایز بودن فیدش کرد. خلاصه که مراقب باشید دوستان عزیز، آقای آدروید و آقای شاهی، مراقب باشید که آن چیزی که شما رو آورد بالا، آن فن انگشت موشی که شما رو آورد بالا، همون بر علیهتون قیام نکنه. ما که دوستتون داریم. شما نظرتون رو بگید داخل کامنت ها. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، اگر دوست نداشتید دیسلایک تا یک ویدیو دیگه